سلام علیکم مردم. سلام برادرانی غریب. سلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز اگه خواستم امیر هیچی نگم نه که خودش لذت کرد انشاءالله. انا اگه یاد گپم بگم تو گوش کو معروف متر حاجی هم نمیگم تو حاجی هم نیستی و روز قیامت انشاءالله از سر حاجی هم در نزد الله مهربان سر نمیبرداری با همه کارهایی که حضرت کرده سی در اینستاگرام و دوام دادستی. فهمیدستی؟ ترا کی حاجی میگه کدوم حاجی میگه که نهگور میشه و چی میبروی ما در لذت میکنی؟ ما چیزی را میگم حق میگم و درست گفته استم. همین خیلی تمام مردم تمام انسان هایی که الله و رسول دوست میدارن گپای مرا همه آدمو میفهمن که ما چی میگم. تو کلا هیچ که تو یکگم که از ده همون ویدیو زیر کامنتاری اون گپی خوب بود میگه هیچ که تو گپی خوب بود نمیگه رحمتت نمیگه داجی دشنامت میکنن توی بیناموز با مرا بیناموز میگی توی بیناموز و نویستی که مرا ایزا باکیر بگی قطی ما گبزه ما گب برای تو حیف هم نمیکنم قطی تو گپ هم نمیزنم. میفهمی؟ رفتی قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی حضرت عمر و ابوبکر صدیق زیارت کردی خانه مبارک کعبه را زیارت کردی اومدی با همون کوروش با او دا بد شدی. چخیلی که حضرت سعدی میگه کو خری عیسی گربرش مکه گر بیاید هنوز خر باشد تو اینمی خری. فهمیدی؟ مردم میدونن که ما چی کوکدستم و تو چی کوکدستی و او آدمایی که به عطوه دیدن و یا چی کورن میسو کی پرافای کی نی پراف و حدیثه وی که مرا هرچی وای کدیسه نویسیسته ای براترو چی کاری میکنین بکنین ما صبر میکنیم. فهمیدستین؟ یک درختی که میوه داشته باشه سنگش میزنم. فهمیدی؟ پیامبر مونای قدر برای دعوتاش دشنام میکردن و موسرکه میپرتفتن در بالاش هر کارو غمش میدودن که چی مورا ای روز نمیمونن مورا هم چونین میکنن اگر وای پیش نتونن نمیبوسته اینترنت هرچی میگن کال نگاه کخته خی ما همی اخیران گپم بود گفتم تا ترا هیچ که ایره حاجی نگین و داشت آدمایی که همیده پتیسات التماس مراجعت میکنم ای آدم پتیسات کنین این یک کاری گناه کرده شما رو به گناه دعوت داره یا شاگرده شیطان ای این شیطان تمام الله ایستون کنه برادرها.